فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بیننده پرسیدن در رابطه با مسائل خانم ها و بانوان که آیا خانم و زن هم در خواب ارضا می شود و اگر این گونه مسائل رخ داد، شاید ایشون پرسیده باشن که این یک نوع وهم باشه و اگر این گونه باشد آیا اگر این گونه شد و غسل نکرد روزه گرفت، روزش چگونه است؟ بله، این سوال از رسول الله صلی الله علیه و سلم پرسیدن در محضر یکی از همسران ایشان و همسر ایشان به اصطلاح گفت که آیا مگر امکان داره، که اومد سوال کرد که آیا اگر زنی همانند مردان خواب ببیند و به تعبیر اون زن احتلام بشود آیا غسل دارد؟ سوال از غسل بود. درست. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که بله غسل دارد اذا رأت الماء، اگر آبی را دید، یعنی به تعبیر امروزی اگر ارضا شد و انزال شد، بله در این صورت این غسل رو هم دارد. اگر زنی دچار این حالت شد و غسل نکرد، روزه اشکالی نداره، روزش کاملا درسته، اما حکم شرعی در این صورت اینه که باید غسل هم بکنه.